سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی دو تا پست قبلی ما راجع به افسردگی صحبت کردیم. افسردگی اول افسردگی اساسی بود که فرد در اون دچار اختلال عملکرد میشد و توی افسردگی دوم که بهش میگفتیم افسردگی با عملکرد بالا، فرد اختلال یا کم شدن عملکردهای روزانه‌اش رو تجربه نمی‌کرد، اما همون علائم و همون احساسات افسردگی رو داشت. بهتون گفتیم که هر کدوم از این افسردگی ها رو که بهش دچار شدید، بهترین کار اینه که به تراپیست مراجعه بکنید. اما خیلی وقتا در زندگی شرایطی پیش میاد که ما نمیتونیم به تراپیست مراجعه بکنیم، چه حالا من باب هزینه های مالیش باشه، چه از نظر زمانی و اون انرژی که باید بذاریم برای جلسات تراپی. در این شرایط چه کاری انجام بدیم؟ تا انتهای پست با من همراه باشید. من اینجا میخوام به شما 2 تا درمان خانگی برای افسردگی یاد بدم. در واقع با انجام دادن این درمان ها شما به تنهایی میتونید تراپیست خودتون بشید و نشانه های افسردگیتون رو کم رنگ تر کنید. حالا بریم سراغ درمان ها و ببینیم چه چیزهایی هستن. درمان اول درمان حل مسئله مداره. توی این درمان شما باید بیاید یک نگاه دقیقی به زندگی چند ماه گذشته‌تون داشته باشید. ببینید بچه‌ها، زمانی که ما تحت تاثیر عوامل فشارزای محیطی قرار میگیریم، مثلا از نظر مالی تحت فشاریم، یه برکاپ عاطفی داشتیم، یه شکست احساسی رو تجربه کردیم، از یه رابطه سمی بیرون اومدیم و داریم سوگش رو تجربه میکنیم، با خانوادهمون دچار مشکل شدیم، با پارتنرمون مشکل داریم، از شغلمون ناراضی هستیم، یا هر چیزی، هر کدوم از این عوامل یه عامل فشارزا برای ما هستن که میتونن برای ما اضطراب ایجاد بکنن. وقتی که اضطراب مزمن بشه، طولانی مدت بشه، میتونه تبدیل بشه به افسردگی. پس شما باید استرسورها و عوامل فشارزای زندگیتون رو شناسایی بکنید و روی یه برگه کاغذ بنویسید. کدوم یک از این استرسورها رو میشه حذف کرد؟ کدومش رو میشه کمتر کرد؟ به عنوان مثال، اگر شما از شغلتون ناراضی هستید، آیا این امکان وجود داره که تعداد شیفتاتون رو کمتر کنید؟ آیا میتونید از شغلتون استعفا بدید و توی شغل دیگه مشغول به کار بشید که حالا درآمدش، پرستیژ شغلیش برای شما بیشتر باشه؟ آیا این امکان هست که با رئیس یا مافوقتون صحبت بکنید و شرایط کاری رو تعدیل بکنید؟ هر کدوم از این استرسورها رو در نظر بگیرید و براشون برنامه‌ریزی کنید، برای اینکه این استرسورها رو یا حذف کنید یا اثرشون رو توی زندگیتون کم رنگ‌تر کنید. زمانی که اضطراب‌های شما کمتر بشه، خود به خود افسردگی شما هم شروع میکنه به کمتر شدن. به چه دلیل این اتفاق میفته؟ چون شما با کم شدن اضطراب احساس کارآمدی بیشتری رو تجربه میکنی، مودت میاد بالا و افسردگی کمتر میشه. پس توی درمان اول تمرکز ما روی شناسایی استرسورهای زندگیمون و کمتر کردن و حذف کردن اینهاست، برای اینکه اضطرابمون کمتر بشه، احساس کفایتمون بالاتر بره و افسردگیمون بیاد پایین. توی درمان دوم ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال اینکه دوباره به ذهنمون لذت رو بشناسونیم. دوباره به ذهنمون یادآوری کنیم اون زمانا که افسردگی نداشتی، حالت خوب بود، از چه چیزهایی لذت می‌بردی و برش گردونی به اون فیلد قبلی. برای این کار ما باید چه کاری رو انجام بدیم؟ باید بیایم یه برگه برداریم دوباره و بنویسیم قبل از اینکه این احساس مربوط به افسردگی رو تجربه بکنیم چه چیزهایی ما رو خوشحال می‌کرد. مثلا پیاده روی بوده، سفر بوده، ورزش کردن بوده، آشپزی کردن بوده. تمام اینها رو روی برگه کاغذ می‌نویسید و برای خودتون برنامه‌ریزی می‌کنید که از این هفته هر هفته 3 تا از این عوامل رو توی برنامه‌تون بگنجونید و انجامش بدید به صورت منظم و مستمر. توی هفته‌های اول شما هیچ احساس لذتی رو تجربه نمی‌کنید، ولی ناامید نشید. ذهن شما صرفاً لذت بردن رو فراموش کرده. باید کمکش کنید تا دوباره یادش بیاد. مثل زمانی که یه بچه تازه میخواد دوچرخه سواری رو یاد بگیره و شما از چرخ‌های کمکی استفاده می‌کنید. بنابراین شروع کنید به صورت منظم و مستمر این کارها رو انجام دادن و آروم آروم می‌بینید که مودتون میاد بالاتر، احساس کفایت برمیگرده و افسردگی کمتر میشه. ما به این روش میگیم فعال سازی رفتاری. پس این 2 تا روش رو انجام بدید به عنوان درمان خانگی افسردگی و هر زمان که شرایطش رو داشتید به تراپیست مراجعه کنید. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و افسردگی ازتون دور باشه. مراقب خودتون باشید.